سلام به بچه های اینوریا اونوریا دایمایا بابا گلپریا. سلام، چطور می‌تارید؟ خیلی خوش اومدید به پشت صحنه ویدیوهای بیگس کمپ. خیلی خوش اومدید. من از خواب تازه بلند نشدم، یه ساعتی از خواب تازه بلند شدم، ولی خب اعصابم خورده چون برق نداریم. اسنپ نمیتونم بگیرم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، کلا تو در و دیوارم. اسنپ من اینه وضعیتش، اینه. این گوشیم هم آنتن نداره و فلان و اینا. داریم میریم پیش پیمان خریده قبل کمپو بکنیم. یهو اومد تو ذهنم، گفتم آقا یه سری چیزا رو شما نمیبینید تو کانال علی، خب تو این کانال ببینید. مثلا خریدای قبل کمپ، آماده کردن کمپ، شما اینا رو قراره تو این کانال ببینید. خب بچا اومدیم خونه پیمان، مسئول تدارکات کمپ. در و زد بریم خریدا رو اینا رو انجام بدیم و برمیگردیم. سلام. منم دیگه از الان به ویدیو میپیوندم. بچه دارن خرید میکنن. توجه نکردم. پازو که سبد به دست. پازو جان منو نگاه. سلام. خب یه وعده شامو برداشتیم، یه وعده صبحونه رو برداشتیم، بعد پنیرم برداریم. خب من این صورتی ها برداشتیم. پیمانم داره پنیر برمیداره. خامه ای دارم از اینا. نه اونا اون تعداد به ساعت خب پنیر ماسکارپونه ویلی برداریم. ویلی هم اوکیه. آره ویلی از این همین اوکیه. از اینو این بده، این زیادی. بهتره. خب من از اونا نمیخورم. خب من دوست ندارم منم که مثلا. با تو اینو میخوام. آره تو من ایناییم، تو هم با ما. یه وعده شام داریم، پاستا. یه وعده صبحونه تخم مرغ داریم. خب نون توست یه وعده داریم. پنیر پارمسان میخوایم. بعد دیگه یه وعده صبحونه هم داریم، پنیر و اینا داریم. این الان شد برای 2 روز اون صبحونه اوکیه. خب 2 روز صبحونه اوکیه. خب یه شام اوکیه. یه سری چیزا رو چیز گفت جوجه از بعد. آره اونجا داریم مثلا. حالا بگیر. داریم. اونا رو اونجا میگیریم. بعد یعنی یه لیوان با مصرف نمیخوای؟ نداری؟ آره داریم خونه علی اون دفعه من 3-4 تا علی نخوردم مونده اونجا. باشه. حواست باشه ایناش چنده. آره یک و دو بگیر. میکنیم اتفاقا بهتر. آها زودتر سیر میشیم. آره. تا بسته. ولی یه چند تایی من خوردم زیاد خوشمزه نیم. آره زیاد نباید تو آتیش باشه. آره وگرنه مزه لاستیک میگیره. این مخصوص آتیش. چیپس اینا هم چیپس به نظرم 2 تا از اینا برداری. از همینا فقط برداریم. من میدونم بازم خوردن نمیشه. یه دونه اینا برمیدونم. یه دونه فلفل سیر. دیگه چیز دیگه ای نمیخوریم زیاد. علی دوست داره. تمام. اصلا مصرف نمیشه. میخوای بردار؟ بچه از اینا زیاد بخورید. شیر گرفتی؟ نه. خب آخه اون دفعه هم شیر گرفتیم نزد. ولی یه دونه کوچولو بگی. کوچولو نداره. همینو گرفتیم ریخت دور نصفشو. دادیم سگ خورد. دیگه به هر حال باید بگیری اگه بخواد. یکم کوچیک‌تر از این بسته کوچیکاش. کوچولوهاش چیزه تاریخ دار نیست. آها. آخه مهم اینه نهایت 2 روز تو جنگیم، 3 روز تو جنگیم. باش خیاشو برداری. حالا نمیدونم. چون این بسته بندی داره آره. از اون خوبه. بچه این هم همونیه که پیمان برداشت. ده برای ولنتاین عالیه. اسکاچ از این ستایی ها بگیر. گفتم نجوم. اینا بهتره ها. چرا میخوایم ظرفه خودمون نه. توش غذا بخوریم یه دونه. ببین چیزی باید بگیریم از اینا داشته باشه. سیم داشته باشه. چون من قرار ظرف بشورم پیمان. تو قراره ظرف بشوری؟ هر وقت میری من میشم. نه اونجا نوبتیه، یه بار من این دوتا رو میشورم. بگیر. آره این دوتا رو بده، اینا عالیه. یه دستمال مرطوب هم میخوایم برای دستشویی. بچه خریدامون تموم شد. برای ماه؟ هممون دستامون پره همه. یه بسته XS و آها یه دونه. یه باکس آره گرفتی؟ دیگه. یه باکس دارم تو چیزا. خب بگو میخوای. دوستان خداحافظ. آره خدا نوشابه. در رو میتونی واکنی؟ یه چینی مثل اون دفعه دهنمون سرویس نشه، همش بریزه کل ماشین رو. یه مقدار دادن خودم میخوام بچینم. باشه بشینم یه جوری بچین که خب بچه ما جا کردیم اینا رو،
الان داریم میریم کجا؟ پیش علی. بریم پیش علی و یه سری خریدای دیگر رو. راست میگی، یه سری خریدای دیگر رو بکنیم بعد بریم پیش علی. اومدیم گوشت بخریم. گوشت. سلام علیکم. الان چی میخوایم بگیریم؟ مثبت. شاید هم صندلی گیمینگ. آره. خیلی مسخره. آقا 2 کیلو صندلی گیمینگ. خیلی نمکی. تو جمع یه مقدار بگیریم. داره طوفان میاد. نمیرسیم، چه طوفانی داره میاد. دنبم بذارید. چقدر نیم کیلو؟ یا 1 کیلو؟ مطمئنی 11 نفر آدمی دا؟ همه نمیخواد. نیم کیلو هم دنبه بود. دفعه 1 کیلو دنبه گرفت. بله. خودش بود. با هم بودیم. 1 کیلو دنبه رو چی فیلم دارید؟ فیلم مرغ؟ مثل همین الانم یه 4-5 تا فیلم مرغ. یه 4-5 تا. نه معمولی. جوجه کلان ندارید؟ من نمیدونم تو آشپزی، من بلد نیستم. مثلا تیکه انداخت باید. باشه 5 کیلو. 5 کیلو 4 کیلو آقا 10 5 باشه خدا 4 کیلوش کن بزن قرقاتی بده دیگه بده 1 کیلو بده چیا گرفتی؟ یه بار دیگه از همه اونا 1 کیلو. نه گوشت چی گرفتی؟ سیر و کره، تند نه، سبزیجات، لاری، گوشت. نه گوشت هم نگیر. ببین هر یه دونه‌ش که دو نفر. اگه تو یه دونه بخوریم اون 10 نفر دیگه هم میخوان. 12 تا بعد از اون 12 تا از این 90% بدیم. 3 روزیم جنگل همه غذا داریم. همیشه ما زیاده روی میکنیم. 80% گوشه قرمز. 80%. آره این خوبه. من گوشه نمیخوام. خب دیگه بعد اصلا موضوعتون که باشه خشک بگیریم به نظرم. آره بهتره. کل خشکشو بده آقا. کل خشک تو بده. لیمویی. دو تا دلسه و یه لیمویی بردار. اون یکی چیه بغلیش؟ این 2 تا لیمویی. 2 تا لیمویی. اون بغلیش چیه؟ کلاسیکه. نه کلاسیکه. بولو هم یه دونه بخور. آسوایی چی؟ اسوایی یه دونه اسوایی بخور. به گوشت. پیمانم داره سوسیسینا رو جا میکنه. وای خدایا من دستم چقدر پره. اینم بذار اونجا. کجایی؟ یا اینم بذار اونجا. بذار. سلام. آقا اومدیم کجا؟ پیش علی. چی داری میگیری؟ من بک استیج کمپ دارم میگیرم. چیز خاصی نی. بچه یه بارون زد. علی امروز کارواش بود. نخود توه. خوابه بچه. نخودم خوابه. خوابیدی؟ شیشه رو بدم بالا نره. دیگه داشتم میگفتم علی داره ماشین رو میسازه با پیمان. دیگه ما انقدر دیر رسیدیم بچه‌ها صندوق مرتب کردن نشد. من از مرتب کردن داداش من که تو جنگل همیشه جمع میکنم. انقدر مظلوم نمایی در نیار. مظلوم من داده پشت تلفن بهت گفتم چرا انقدر دیر اومدی پشت مادر میدادی. آره الان میخوام بهت بدم. خب وایسا ولی جلو دوربین این مظلومه. گول قیافه مظلومه. بگم اینو بذار بگم. بگو. داداش من شد دیشب تا حالا. داداش دیشب صفحه زد اون کویک 5 صبح درگیر اون بود. کی بود؟ کویک خودت؟ آره دیگه. صبح بیدار شدم دوباره امداد خودرو نیومد. به بابام گفتم من میرم. او چه سوختگی میاد. گفتم دیدین دیگه همه وسایل رو این پشت جا کردن. من بدبخت انداختن این پشت. الانم اومدیم بنزین بزنیم. اون محمد آقاه، اونم آقا ایمانه. علی هم که نیومدش. ماشینش بود مثلا که سوختگی میده. من واقعا اینجا دارم اذیت میشم. نگاه کن نوشابه میافته رو من. ای خدا کمک. اینجاست آقا ایمانو که بهتون نشون دادم. اینا هاشش رفت بنزینشو زدم. نه محمد آقاه. محمد آقا چه علی داد دهنه بچه ها بعد از کلی ساعت ما ساعت 10 راه افتادیم فکر کنم. 2 ساعت و ربع الان تو راهیم. تازه رسیدیم اینجا جاده. بگیر اومد بچه ها
پیمان رفت تو ماشین محمدینا تو ماشین منم بیاد بعد تو ماشین ما کلا خوراکیه پر خوراکی دیگه به نوید صاحب اگه بقیه چیزا رو بخوایم بخوریم درست نیست اوکی نیست من گشنمه گفتم خب زیر پات اولویه داری اولویه رو بده یا اینجوری که پیمان اولویه رو برد گفتم برد خب الان دیگه خوردن و چیزا تو ماشین اوکیه آره نزدیکترین چیزی که بهمون بود تخمه بریم تخمه بخوریم بفهمید تخمه آره خلاصه این نمه تنهایی کمپی هم شد که بابت این گفتم آره دیگه من گوشم بشه یه چیز دیگه هم همینجا میخورم من کالباس داریم بعد اونجا میرسیم میگم چرا خوراکیامون کم شده میگم من بودم گشنمه ولی این خیلی جاده قشنگه نمه بارون داره میزنه وای بچه‌ها کاش علیو بگی فکر کنم سگ دستش مشکل داره اک کنم آره چیزی مشکل نداره بچه خوش مشکل داره شرم داره نگاه کن اوه تازه باید بریم خونه من وسایل کمپمو جمع کنم وسایل کمپ من باز شده تو اتاق علی ویلای علی ایناست جمعم نیست پیمان خیلی خوشحاله تو اونجا سینو میاو جان مقابل کور شدم آجی دینا محمد مشکل خورده با باتریش الان داره درست میکنه نه نیست بعد دیگه آقای محترم کور شدیم محمد جان در چه وضعیتیه؟ وضعیت ایول خوبه آجی این چیه؟ تو خوب شد اولین پسریه که واسه از اینا خریده بچه هیچ پسر تا دو برای از اینا خریده بازش کنیم چی توشه؟ بزنه توش پانچا باشه عشق کنی پانچا چیه؟ بارونی دستبند ایول خوبه فروزن به به چی هست؟ تابلوه ایول قلعه ایول پازک دکمتو نه چیز اینه که تو ایول توی واقعیت که پرنسس نیست حداقل تو بازی پرنسس باشه منظوری تنابه بچه است تنابه بچه است بده من اونو خاک تو سرت بچه باز بچه با ان میده این نمیده که بارون زده شمالیم با ان میاد بریم آقا بریم بچه ها یه سوال تخم مرغ انشانسیش این مال تو بگیر چکشی هم دارم بچه ها پیمان شما چی داشتید؟ چکشی آره جنگل خوبی خواستیم خونه بسازیم بچه‌ها پیمان برای دخترها فقط جایزه خریده ما رو تو حساب نکرده تل رو سرتون نشون بده علی جان کدوم تل از اینا بده هیچی کدوم تل اینو بنداز تو این معمانی این چیزه منچه خب من بلدم اینو بنداز تو داشبورد به درد میخوره پیمان این چیه رفت چی بخره مگه باز توش نگاه کن پاش دارم نه از اون ور جا نداره مثلا چرا واقعا خراب شد درسته یک بار مصرف بود فکر کنم اینو بنداز تو داشبورد این منچه در زمان حوصله سربری بچه ها احتمالاً شما این صحنه ها رو تو دوربین علی ببینید مثلا بیاید یعنی تو ویدیو علی بیاید از اینجا هم ببینید من واقعا خیلی خستم و پیمان دوباره رفته یه چیزی خریده باورم نمیشه پیمانا رجایی؟ نیا پایین بریم رجایی چرا؟ بریم رجایی دعوا نمی‌کنن دیدید خوبی آقا داریم پیاز خورد میکنم من برای بچه‌ها غذا درست کنم به عنوان خود صحنه
بقیه دوستانم اون طرف دارن بازی میکنن. گلیا پوش دارن بازی میکنن. آره. علی هم داره استراحت میکنه. پیمان داره تتو میزنه پیش تحمیل خانم. اینم نخوده. سلام نخود. سلام نخود. به 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 به. بچه‌ها چون گوشت یخ زده است دارم تیکه تیکش میکنم. میشه با کره درست کرد؟ بله. با کره میخوای درست کنی؟ آخ جون کره دیگه. از مراحل کار من براتون ویدیو میگیرم. پازوک آشپز. تا حالا دیدین کسی توی گوشت خورد کردن جدی بشه؟ چون پازوک سفته. میشه. پازوک میشه. در بره در رفته. واو تو رو بتون آب جوش بریزید راحت تر گفته باشه. خوشمزه ترم میشه. تقریبا. من توش ادویه هم توی همین ادویه میریزم. خب ماکارونی هم داره آماده میشه. میخوام آب کشش کنم. آشپزخونه رو تمیز کردم بنده. به به. یه بگی اینو هم بزن. باش هم بزن. بچه‌ها مثل اینکه میخوام برن حیاط. بچه ها بگم این بردارن. بچه ها دارن فیفا میزنن. نه خودم اینجا نشسته منتظر غذا. حالا من هیچ موقع تو عمرم نگاه نمیکشم. یک بار اومدم یه نخ بکشم. خانم حتی کار. من از کسی ترس ندارم. برو بابا. اینم عشقتونه. داره ویتامین سی میخوره. بچه جنسی خدا می نشود درد در اون غلبه کرده و دیگر توان ادامه این بازی رو نداشت. داشتن با سنگینی بازی میکردن. وسط شمالی میشی. گروز تو شمال کشور هستی و کجای کشوره؟ کشور بوی دروازه. آقا ایمانم که کلا تو اکس بدا باید جلوی چپ میاد توی بیرون. محبت یه پاس بیرون. بازماندگان. اینجا رو بله ما فقط خالی کردیم. بچه یکی از دوستان زینب خانوم دوست نداشتن. نه اون مال غذا نخوده. آها مرغه این مرغه هیچی پر کنسله. این با غذا نخوده. بالاخره اومدیم جنگل. اولین کاری که باید بکنیم اینه که وسایل بیاریم بیرون و بعدش یه سگ گرفت یه سگ دیگه گرفت و بعدش چیکار کنیم اینکه آتیش درست کنیم. سرده. آتیش حالا مهم نیست فعلا. وسایل بچینیم. بله برو بریم. کمپ سختی خودش داره و اینا به نظرم خیلی سخته. خب بریم اول چیکار کنیم؟ یخچال رو برام کنیم. بله. الان این چیه؟ آها زیرانداز یخچاله. بچه‌ها بهمون گیر دادن. فکر کنم نفهمیدم چی شد. پشت سرم. این فیلم بردار بوده. آقا سینا. چی میگه؟ میگه که گاز و گوز کردید گاوام رفته تو آب خیس شدم. آی فلان بیسار کمک. گاوا ترسیدن. گاوا گاو دیگه. گاو پیمان جان نظر شما راجع به گاوا چیه؟ گاون. گاو حرف منه. گاون سرشو بگی. من به احترام تو چیزی نمیگم. آها آقای حق داره خوب. من حامل حق داره. چیکار می‌کردی؟ خونه خیلی پایینه. آره. دهن سرویس میشه. گاز میده. ما حالا اگه 10 تا گاو داشتیم میرفت اون پایین میومدیم. فشار. تو ماشینمون دوتا داشتیم. جلو نشسته بودن. آره. نرگس برو ماشین علیو دیگه خاموش کن. به ماشین علی خاموش میشه کنم با اینا. نخود آروم. تو آروم باش. کسی به تو کاری نداره. نخود کیف خوراکی ها. به به آقا حامد قدرتمند. خودمون اینجا ما یه خورده دیر رسیدیم. ما نشیدیم گاز ترسناکی که آخه گاز من نشیدم. منم من عقب بودم و اینکه
تمام ذهنم هم درگیر جاده بود بی تاثیر نبود. چطور بود آفتون؟ عالی خوشتون؟ عالی. سلام به بچهای اینوریا اونوریا دایمایا بابا گلپریا. یکم آتیشش خدا چوبا رو نباید این خیلی شکلی اصلا باشه. همینم ندارم. نه درسته حرف شما ولی این یکم الان اوکیش. آره. این جنگلیه. اوه حامد شاهانی جنگلی. درسته. اینم کوچکانه. من از این آتیش بعد چیه؟ نقدتون با آتیش چیه؟ نقدمون میگم که نه جا واسه هوا نداره و خیلی بزرگه. ببین این حرفو زدی دیگه نه. دیگه نزن. دیگه نزنم. تو این چنل گفتی تو اون چنل دیگه نکن. اوکی. که این فیتیلش رفت. یعنی این جنگل جن داره درسته؟ همه جنگل داره. کاش ده هم بودیم پایین. من دوست دارم. جن رو میبردیم تو. یا بش اینو بزن بعد بلند یه دقیقه تو هم خاموش بزن. میخنده رو پشت میکنیم اگه میشه. چیکار داری میکنی؟ من دارم برق اوکی میکنم. یخچال رو مکس و ام داره کار میکنه. پازوک پشمت بریزم. اینم اوکی علی. این بر بس. حله. عاشق اونی هم که این نورا رو کاشته. یه سفید یه زرد. همینجوری فقط بس کن. خواهش میکنم. آخه حال داد. الان این دوربین تو اون دوربین پازکه. الان یعنی تو برای چنل پازوک داری تو محتوا. یه دقیقه حامد از قاب خارج شد. آره یه از حامد از قاب خارج عقاب کن. خارجه. نه قشنگ. نه خودی وایسا بشین. برو عقب برو عقب برو عقب 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 عقب. بشین نخود بشین. آفرین. آشپزی. دو تا چادر که میره واسه بعد نعنا. منو. آقای من در حال چه کاری هستی؟ دارم سعی میکنم بیسیم خودم رو به بیسیم بچه ها کانکت کنم که کارامون بشه. درسته. آتیش درست شد. از پشت صحنه های کمپ آقا ایمان و آقا حامد و آقا میلاد رفتن چوب بیارن. آقا جان شما نور بالا میدی شما؟ دادا 68. واو. آقا حامد داره میتره کنه. انگار شده ویدیو من داشتم تو حرف میزنم. وای چقدرم بادمجون میخواست. بچه چایی ماست من نمیدم اصلا. ماست مگه گرفتیم مثلا؟ آها چیز قاطیه دیشب میزنیم دیگه. لش میکنی؟ سیرم بذاریم رو آتیش. آره سیر با پوست بذاریم ولی این دیگه میکنه. آقا حامد چه کرده؟ واو خیلی خوشمزه است. تمرینم داره مرغ خدا درست میکنه. خیلی خوشمزه به نظر میرسه. خیلی ممنون. الان برای چیه؟ واسه تو ماسته یا نه همینجوری برای خوردنه؟ گوجه، بادمجون و سیر و ادویه و لیمو همینجوری با نون خیلی میچسبه. یه دونم اونا هم که میره تو ماست میشه برانی. به به آقا میداد تازه پا شدم. نمیدونم صدای گنجشکا میاد یا نه ولی علی افسار زدی شد؟ زدم به اون سولاره و سولار رو وصل کردم به چین. ها سولار به سولارشه. سلام دماغ منو دارم تو آینه عینکت میبینم خودم ولی سبز دارم میبینم شبیه هالک شدم. یه برگردون بچه ها ببینن منظورم چیه. بله
زود میخوام بچه. برو گم شو سینا. برو تو چادر بچه‌ها هم بگیر. دخترا که رفتن بالا، تامینم زینب رفتن بالا چادر سخت من خوابیدم. تکلیف مشخصه دیگه، پیمان که چادر سبز است. نمیدونم چرا اونجا. اون الان بیدار شده. محمد و سینا چادر آبی، پازوک و نرگس چادر نارنجی. من چون دستم فاکتاپ تنها تو چادره نقره‌ای، ولی تو چادر نقره‌ای هیچی نیست متاسفانه. فعلا نیست تا ببینیم چی میشه. کم کم بچه‌ها رو داریم آماده کنیم خواب ببینیم تو چیکار کردن اینا. خب من نمیدونم دنبال جای درست حسابی بودیم، بعد کلا زیرمون شاخه بود. بعد اومدیم شاخه رو بزنیم کنار، دیدیم ریشه است. بخندیدیم. آخه بعد من داشتم اونجا آه و ناله می‌کردم. بعد اینا بهتون میگم بدونید، چون چادر ما رو از کادر انداخته بودن بیرون، پشت چادر پیمان بودیم. بعد به سینا گفتم سینا مهم نیست، بیار اینجا که کجه من فقط بتونم نزدیک شما باشم. اگه کسی اومد منو نخوره اول، چون اول میومد ما رو می‌خورد. آره بریم. بچه‌ها من میخوام دونه لباس و وسایل رو بیارم بذارم به این کیف من. این تنها دارایی من از کمپه. همین یه تیکه کیف کوچولوه. حالا من چیزی ندارم. بچه‌ها چطورید؟ خوبید؟ آقا حقیقت یه بارون افتضاح زد به ما. ایمان اینا رفتن دیگه، ما ویدیو نگرفتیم. یه بارون افتضاح زد و نمی‌تونیم دوربین در بیاریم. الان داریم جمع جور می‌کنیم که بریم ویلا. بعد واسم جمع جور کردنم براتون یه ویدیو بگیرم پشت صحنه است دیگه. این چیزایی که شما تو ویدیو نمی‌بینید. الان اون صندلی علیو بدید به من. اونا که تو کتری بود تعریف اینم کردن. پهن. الو سلام کن. با شما دارم ویدیو میگیرم. تک بودیه. من خیلی تک بودیم. خب تک بودیم چیکار کنم؟ دست منه مگه. خدافظ. بریم جمع کنیم. بذار بچه‌ها اگه من دوباره باز چون یه مسیر آفرودی داریم تا برگردیم، اگه یادم رفت ویدیو رو ببندم لایک کامنت سابسکرایبتون نداره. دوستتون دارم. بریم فعلا.